همین نفرایی که در هوا بودند و تامین نمودن پیش از هم بهتری بود. قبول نمودن اینها همین فرودگاه بود. وقتی که همین команда شد از طرف راهبر همون план مخصوصی که ما داریم همون نقشه مخصوص به حیات تطبیق کرده شده در بدل از 12 تا 19-21 دقیقه همین خدمات آمده همشون جای خودشون گرفتن. مسئولان تاجیک ایر میگویند که طبق مقررات هنگام صدمه یا رخ دادن نقص تکنیکی هواپیما باید به قرارگاه خود برمیگشت. Экипаж принял решение вернуться в базовый аэропорт, значит, в аэропорт Худжанда. Но для этого сначала им нужно было выработать топливо. При взлете? Да, это было при взлете. نیمی شب بعد از خرج سوزشواری در فضای خوجند این هواپیما در فرودگاه شهر به تلفات جانی و تکنیکی پایین شده است. در هواپیما 179 کس حضور داشتند که از آنها 7 نفر کودک و 9 عضو اکیپاژ بودند. Что паники вроде такой не было. Экипаж четко и грамотно всех проинформировал, то, что будет аварийная посадка. И все были спокойны. فرهاد مسافر هواپیما نقل میکند که ناتنجی را از اولین لحظه پرواز احساس کردند و در میان مسافران واهمه بود. بابانی پریدانی 5-10 دقیقه где-то همین بابانی 30 секунд самолет бардоши шуд аз ҷош. Ну шум был не очень сильно. Самолет бардоши шуд. Ман сеём рад биштек будам. Мо через стюардесс кади одамои тинҷига чтобы тишина, чтобы вайна шавад кута. Ама тинҷӣ карда истода. فرهاد میگوید بار چندم است به این گونه حادثه ها روبرو می شود، اما این بار سخت ترسیده است. حالا مسافران را در مهمانخانه های شهر خوجند جای کردند. شرافت ایسابایو زیاده از 6 سال باز در شهر کورسک روسیه زندگی می کند. او برای عیادت نزدیکانش به تاجیکستان آمده بود. شرافت ایسابایو با طفل خود سفر داشت و میگوید اول نفهمیده است که چی حادثه رخ داد. اول نفهمیدم، بعد اومدیم کمتر پیش از 1 سال به وقتار گفتن خلق نترس تو اینج گاب نی. موجود دیگه شدنش ممکن موجود نی. شریف خان این سفر را فراموش نمی کند. هر لحظه آن در خاطرش مانده است. او با مادرش به شهر مسکو به پیش پدرش می رفتند. نفهمیدم و بعد گفتن سانی فهمیدم. نترسیدی آخه؟ کمتر. دادستانی نقلیات ولایت سوخت به تفتیش حادثه نشست اضطراری هواپیمای شرکت تاجیک ایر آغاز کرده است. محترم، شما باید زمینه فهمیتان و درک کنیتان که تکنیکا آدم زبای میتید و تکنیکا هم شده نش ممکن.